در چمپیونات آسیا اقیانوس اوید با جودو که 4-5 دکبر سال روان در شهر بیروت لبنان دایر شد، ورزشکاران جوان کشور صاحب 5 مدال، 1 طلا، 2 نقره و 3 برنجی شدند. جمهوری ما را در این مسابقه 9 ورزشکار میان پسران نمایندگی کردند. این ورزشکاران خورسند قل کوکانوف، ابوبکر شیروف، محمد اقبال تاشوف، مسعود احمدزاد، محمد جان عبدالجلیلوف، شادمان رضایف، رحمت الله میرزایف، منصور رحمانوف و دولت جان نظریف می باشند که به گرفتن 1 مدال طلا، 1 نقره و 3 برنج دست یافتند. مدال طلا را شادمان رضایف در وزن 81 کیلوگرم به دست آورد. نام برده در دور نهایی برای به دست آوردن مقام اول بر نماینده دیگری کشورمان محمد جان عبدالجلیلوف دست بالا گردید و سرود ملی با شرافت مدال طلایی او در چمپیونات مذکور صدا داد. از میان تیم جوانان ابوبکر شیروف، مسعود احمدزاد و دولت جان نظریف مدال های برنجی را به گردن آویختند. تیم جودوی تاجیکستان در چمپیونات آسیا اقیانوس میان نورسان و جوانان در مجموع سزاوار 8 مدال، 1 طلا، 2 نقره و 5 برنجی شد. میان نورسان پرویز عبدالرحمانوف سزاوار مدال نقره، سروش ارکایف و محمد یوسف زاده سزاوار مدال های برنجی گردیدند. یادآور می‌شویم که در چمپیونات مذکور 127 ورزشکار از 17 دولتی قاره اشتراک نموده برای جایهای افتخاری میان هم رقابتی شدید نمودند. گلبهار رحمانова برای یوتیوب کانال جوانان تیوی.